اصلا همین تعامل با شعر و شاعری یکی که اصل یک دی از مردم تصور میکنن که شعر و شاعری منظور از شعر کلام موزون است، کلامی که یک وزن و قافیه خاص خودش داره. اصل گفتن از اون نهی نشده در شریعت. اصل گفتن شعر چیز جایز است، مشکل نداره. یک نفر شعر میگه و رسول الله صلی الله علیه و سلم در شریعت ثابت است از او که رسول الله صلی الله علیه و سلم میره چی کرده؟ تایید کرده. در یکی از غزوات یکی از وسایل جنگ تبلیغاتی در دوران مشرکین و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم همین شعر و شاعری بود. مخالفین خود با شعر حجب میکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم شاعر داشت به نام حسان ابن ثابت. پیامبر بر از اون میگه جواب اینا رو بتین، جواب مشرکین بتین و تو را جبریل کمک میکنه. دقت کردین؟ پس اصل شعر مشکل نداره. خب مهم است که چند شرط دارن در شعر، چی کلام موزون باشه چی کلام غیر موزون باشه. این در مورد حکم موسیقی هم گاهی وقتا بسیاری وقتا حکم موسیقی رو گفتار میکنیم، مورد رو باید مد نظر بگیریم. شعر خلاف عقیده نباشه. اگر کسی خلاف عقیده شعر میگه کار حرام میکنه. دقت کردین؟ خلاف عقیده شعر نگه. خلاف احکام اسلام نباشه، خلاف احکام عملی نباشه و خلاف اخلاق نباشه. خلاف اخلاق نباشه. خلاف عقیده مثل شعری که نفهم کی خونده؟ احمد ظاهر خونده. خدا بود یارت سخی مدن دانم. خب این شعر هر شاعر کدام شاعر گنگس گل گفته، خب این شعر کی گفته نگه؟ توجه شدین؟ خدا بود یارت سخی مدن دانم. این شعر است. یک دفعه اگر یک موسیقی هم بخونه حرام است، بی موسیقی خوشکم خوانده بره. تو خوشکم به رنگانه حرام است دیگه. این خلاف عقیده اسلام نیست. یا موارد زیاد دیگه مثل شعری که فکر میکنم مشقری خواندنه یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن. یعنی این ظاهرش اعلان رضایت به کفر است. رضایت به کفر است. گرچه با داخل خودش میگه به خیال نه نفهم سجده بتان کفر است رو به کعبه ما کو. خب چرا در اول دلم دیگه از اول آدم وارد گپ میزدی دیگه. یاد نفهم با چی یک شعر دیگه که به خاطر یار خود نفهم میرم در امثال جور میکنم. اینا گپای خلاف عقیده شعر، کسی که شعر خلاف عقیده میگه گپ حرام را مرتکب شده، کار حرام را مرتکب شده و اگر به او معتقد باشه حق کارش بیخ کافر میشه. توجه شدین؟ کسی یک جمله نمیگه شعر میگه و بسیاری وقتا شاعرها اصلا گاهی وقتا شوخی میگن شعر و شاعری یک فضای خاص خود داره، یک هوای خاص داره. انسان در یک حالت عاطفی خاص واقع شده باز شعر گفته میتونه. مثلا یک نفر عاشق میشه دیگه، فضای عاشقانه یک وضعیت ویژه خود داره. عواطف انسان در اون حالات تو یک تبارز خاصی پیدا میکنه. میخواد آدمایی که به اصطلاح دیگران میگن تو درد نداشته باشه شعر گفته نمیتونه. میگه شعر حاصل درد است. میدین و باز یک درد کلان عاشق یک درد کلان است، جنجالای زیاد خودش داره. خب حالا یک نفر شعر میگه در اون شعر خودش خلاف عقیده نباید شعر بگه، خلاف احکام نگه. مثلا شریعت شراب را نجس معرفی میکنه. دقت کنید انما الخمر والمیسر والانصاب والرجس من عمل الشیطان. او میانه توصیف میکنه که همین میا بگیرم و نفهم جام بگیرم و باز چطور کنم فلان تا شلا فلان مثلا هم ناجایز است. یا اینکه خلاف اخلاق اسلامی گپ میزنه. از لحاظ اخلاقی شریعت اسلامی بر زن دستور میده که باید خدا بپوشانه. این توصیف میکنه که من یک تا یار دارم که زلفاش نفهم مثل چی وارس، که کمرکش مثل چی وارس، که میفهم لنگکای مثل چی وارس. این شعر گفتن چیست؟ ناجایز است. در غیر از اون حالت مشکل نداره. و قرآن کریم حالت به صورت کلی حالت عام شعرا را ذکر میکنه که فضای حاکم در شعر شعرا چیست؟ قرآن کریم را ذکر میکنه. الله متعال میفرماید که و شعرا یتبعهم الغاوون. شعرا را اکثر مردمای گمراه پیروی میکنه. علم تر انهم فی کل واد یهیمون. نمیبینی که سرگردان میگردن بیچاره، هیچ سر برشان معلوم نیست. و انهم یقولون ما لا یفعلون. چیزی را میگن که نمیکنن. چون یکی از صفات بارز شعر مبالغه. شعر که مبالغه نداشت مزه نداره. مزه شعر در مبالغهش است و موارد مبالغه را آدم عملی کرده نمیتونه، نه خود آدم نه کسی دیگره. باز این حالت توضیح میده. بعد میگه الا الذين آمنوا، مگر کسانی از شعرا که شعر میگه مسلمان است و عمل الصالحات اعمال صالح میکنه. خب مصروف شعر و شاعری نیست دیگه. و ذکر الله کثیر، الله را یاد میکنه. چون غالبا اون مردم ها باز دیگه یاد الله چی میشن؟ غافل میشن. و انتصروا من بعد ما ظلموا. و اگه خرابی کرده خرابی رو پس چی میکنه؟ جور میکنه و خلاص. این کارا اگه بکنه مشکلی نداره. یعنی در اصل یک دی متاسفانه
به خاطر کثرت اشتباهاتی که شعرا کردن با همین اصل شعر هم دشمنی میکنه. این هم معقول نیست. متوجه شدین؟ کثرت خطاهای شعرا باعث شده که یک دی با همین اصلش همین نام شعری که بگیر اصلا خراب میشه. این هم معقول نیست. دقت کردین؟ با شعر شاعری مخالفت کردن معقول نیست، بلکه با عموم موردش که خلاف باشه با عموم مورد بله آدم بگه که اصلاح نشه. و او هم در صورتی که یک کس شعر گفته و شعرش ظاهرش خلاف از این هاست، خود قابل توجیه هست، آدم باید تو رو توجیه بکنه. این تعامل ما بحث در مورد مولانا پرسان کرد کی چی مولانا است، چی نمیفهمم غیر مولانا است، چی حافظ است، چی غیر حافظ. هر کسی که شاعر مسلمان است اسلامش ثابت است. حالی این بیچاره یک جای شعر گفته این وزن قافیه خود برابر کرده خلاف عقیده برابر شده. در این حالت دیگه ما تایید نمیکنیم. اما اگر توجیه داشت، هر خطای هر مسلمانی تا جایی که قابل توجیه هست آدم باید توجیهش بکنه. که نداشت بگیم خطا کرده، که نداشت چی کنیم بگیم خطا کردن. یک عده گپای غیر قابل توجیه هم توجیه میکنن، این هم غلط است. یعنی اصلا قبول نمیکنه که اینجا دیگه فلانی شاعر، میگه او شاعر خطا میکنه. تو که وقتی برش میگی که مولانا صاحب خدا بیامرزه دیگه اینجا خطا کردن، نه تو چی میگی مولانا خطا میکنه؟ یعنی برای مولانا یک قسمت خاین است. این هم خطا هست و این هم اشتباه است. یک عده دیگه تو میکنه، یک عده دیگه که اینا مولانا رو بگیر اعصابش بگیر یا غلط است. مولانا مثل باشه باور یک آدم بوده، بیچاره آدم خوبی بوده، یگان گپاش صحیح بوده، یگان گپاش خراب بوده، مثل دیگر هم مگی مترن. پس مخالفت کردن به صورت قطعی که این نام مولانا آمد یک نفر اعصابش خراب شده و رنگش سرخ شده درست نیست. او را باز بیخی معصوم دانستن که غیر قابل خطاست. مولانا میگه خطا میکنه، تو چی میگی؟ استاد یگان هم رسم شاگرد خطا میکنه. بله خطا میکنه مولانا. باز بعضی نمونه هاش هم ذکر میکنیم. نه نمونه گپ بسیار کلانه که مولانا داره که نمیفهم. من موبایل دارم کتابای شعر شاعرانه که میگه یک دام نمیفهم سنگ تراش بود که باز با خدا راز و نیاز میکرد که خدای بیای من نمیفهم چاپیت بکنم، نمیفهم تو کنم باز میگه خدا موسی شنید گفت که خدا کفر میگیره، من نکرد باز که رفت در کوی تور خدا او را سرزنش کرد. حالا میگه گپاری خلاف عقیده است، خلاف کل ادیان آسمانی است بگیم به صورت کلی. دقت کنید مولانا آورده، اگه فهمید آورده خوشت باکد، اگر نفهمید الله ببخشش دیگه این گپ کتره نمیفهمید خب باز وزن قافیه شعر خدا. اصلا یک گپ دیگه است، این حالت مشترک گفتم حالت شاعری یک فضای خاص داره. شاعرها که در فضای شاعرانه خود داخل شدن میگه مهم وزن قافیه است. این وزن قافیه که برابر آمد خدقه شریعت چندان مطابق شریعت وزن قافیه میگه مهمه. باز هم حالا که گفتن خطا اگر شده قابل توجیه توجیه میکنیم، قابل توجیه نبود میگیم خطا شده و تو مهم نیست که باز با هر خطا زیر به صورت کامل یک نفر مورد گاهی وقتا تا حد تکفیر پیش میری، درست نیست. مگر اینکه ثابت باشه یک نفر ممکن یک گپ بگه معتقد به اون نباشه. دقت کردین اگر باز معتقد باشه به یک گپ خلاف عقیده ثابت شد باز میگیم بله دیگه خلاف عقیده گپ زدن مردود است. اما اگر نبود و یا قابل توجیه بود توجیهش بکنیم خلاص. تو نه رد کردن معصوم دانستن شاعرها مقبول است و مورد تایید نه هم، اما تو بیخی از امی گفته روته از امی تاچک شعر شاعری را رد کردن هم مقبول و مردود و عاقلانه نیست. درست بعض شاعرها هستن که تو شعرهای گفتیم بسیار مجهول و بسیار هم مغلق که تا بعد با او اساس که مثلا اگر تو را پیش بیه خلاف شریعت است دین است تو میگی نه غلط است، این نفر بسیار تلاش میکنه نمیگه معنی اصلیش پای ببری تو رسول داره. مثلا شعر از مطلب آخرش یادم هست میگه عرشی که به جرعه بلرزد به چی است؟ عرش ما تو که میگیم ممو محل را میگه خدا الرحمن عرش استوى. خب اینجا میگن چیز منظور از عرش چیست؟ یک عرش هموس میشه، منظور از عرش یک کرسی دیگه هم باشه. دقت کردین حالا منظور یک نفر فهمیده شود. بسیاری وقتا یک اصطلاح از میگه که منظور شعر در بطن شاعر است. دقت کردین اگر گفتم همین مفهوم گپ من ببینید همین گپ قابل توجیه است، اگر قابل توجیه توجیهش میکنیم منظور از عرش الله نیست. دقت کردین منظور از او اصلا میگن که عرش فلانی است. بسیاری وقتا این گپا در قالب به اصطلاح عاشق و معشوق میاد، یعنی گپای خدا میگن تو مبالغه میکنن. خب میگم اینجا ولو اشتباه کرده. دقت کردین اگر قابل توجیه بود توجیهش میکنیم هر چی از هر کسی که بود. گاهی وقتا ممکن مثلا یک شعر قابل توجیه است ما توجیه کردن نتونمش، لازم هم نیست حکم بکنم میگم من نمیفهم. بعضی وقتا هم تو میشه یک شعر قابل توجیه هست اما یک نفر توجیه نمیتونه او را میاد ردش میکنه. متوجه شدین؟ این هم خطا است. یک گپ دیگه هم باز یک خطای کلان دیگه هم در بین یک عده مردم است که گاهی وقتا مثلا شاعرها آمدن یگون گپا گفتن، مثلا
عاشق دختر همسایه خود بوده شروع کرده که فلانی جان که زلفکای تو تراست که میبینیم تو میشه نمیفهمی تو میشه. باز یک نفر میگه که نه منظور از این نیست، بلکه منظور از این از نمیفهم می دیدار خداست که زلف نمیفهم. این باز دیگه غلط است. دقت کنید اون سمسه دختر رو توصیف میکنه، این میگه که منظورش توصیف الله هست. خب اول اگر دختر رو توصیف میکنه خب میره بند همینجا که خلاف اخلاق گپ زده، خدا ببخشش. اگر منظورت است که نه این توصیف الله است، به این سبک بازم ناجایز است، چون توصیف کردن الله از خود چی داره؟ به اصطلاح روش خاص شرعی داره. الله به ما تعلیم داده قرآن کریم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، اینا توصیف الله است. نه که تو بگی من چطور شده زلف ما چطور شده، باز بگی که منظور من از زلف دختر نیست، منظور من از زلف دیدار خداست، منظور من از نفهم ملاقات خداست. این دیگه پارا گفتن هم مطلوب نیست. استاد محترم، یک کتاب است به نام تئوری ها و اکتشافات علمی در اشعار مولانا و بسیاری از مسائلی که پیشرفته است او را بحث کرده و ما ایرا چی رقم توجیه کنیم؟ اگر بگویم که الهام است از طرف الله تعالی، اصلا چند حالت است. دایره الهام برای مسلمان وجود داره، اما معنای گپی نیست که باز برای از او مثل پیامبر واره مفاهیم غیبی میرسن. یک مورد دو مورد همونطور در دلش یک گپ میگرده از وحی مثل خواب واره. متوجه خواب پیام هست و الهام است. دقت کنید نفر خواب میبینه موارد خیلی واضح، حتی کافر است. شما در قرآن کریم ببینید پادشاه در دوران یوسف، در دوران موسی هم خواب میبینه، در دوران یوسف هم خواب میبینه. خوابش دقیقاً خلاف مطابق واقع است. دقت کنید واقع شده. و یک گپ دیگه است که گاهی وقتا یک موضوع دیگه هم عام است. یک نفری در یک گپ شهرت پیدا میکنه، باز او یک مورد در یک جای گپ زده، گپ از او از در مورد درختا، یک نفر میره در مورد دی میچسبانه، به یک رقمی برش راه جور میکنه. متوجه شدین؟ یک رقمی برش چی جور میکنه؟ راه جور میکنه، یعنی غلو و مبالغه در موردش میشه. یکی از همین مسائل در مورد مولانا در جامعه ما شما واقعا یک دی غلو میکنه. توجه شدین؟ مثلا موارد شعر مولانا در یک مورد گپ زده، بعد از او یک کسی میایره در یک مورد دیگه میچسبانه، از یک چیز دیگه بیرون میکشه. این در مورد گپای تو هم میشه. اگه ما هم تو تعامل با تو هم بکنیم، خیلی در مورد دیدگاه مثبت داشته باشیم، تو در یک جای میری یک سخنرانی میکنی، یک گپ تو دیگه منظور داری، خب ما از یک منظور دیگه میگیریم میچسبونیم به یک چیز دیگه، میگیم یک اکتشافات کردن. این در نتیجه هم تو یک گپ هم میشه. و ممکن مواردی هم او چیزهایی را میفهمیده، از لحاظ علمی آگاهی داشته، مطالعه داشته، چیزهایی را تئوری هایی را خوانده. این موارد هر دوی از اینا احتمال داره. دقت کنید هر دوی از اینا احتمال داره. و یک مورد دیگه هم هست که می خود شعر و شاعری قطعا یک قریحه یک استعداد ذاتی فردی هم هست. تو هر کسی شعر گفتن نمیتونه، توجه مگر یک در یک حالت خاصی قرار میگیره از لحاظ روحی و روانی، یا یک استعداد خاص و ویژه داشته باشه. بعضی یک استعداد خاص داره. خود چون اصل شعر یعنی قالب بندی کردن کلمات است به یک ترتیب خاصی و به یک مورد خاصی. این بعضی ها توانشون بالاتر از الله برشون استعداد میگه پداده، بعضی ها هم نداره. توجه شدین این یک حالت است. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. جزاكم الله خيرا. سلام.